بعدش با هم What the fuck. سلام علیکم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. عشقای خودم دورتون بگردم. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. بچه‌ها بدون معطلی مقدمه می‌خوایم سریع سراغ ویدیو. قبلش بچه‌ها یادتون نره ویدیو رو حتما لایک بکنید، خیلی بهم کمک می‌کنه، خیلی بهم انرژی میده. دورتون بگردم. اگه اون دکمه سابسکرایب نزدید، اون دکمه سابسکرایب بزنید، زنگولش فعال کنید، رئال بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوبتون خبراتی که ویدیو گذاشتید نیما تکیتو بزن. بریم سراغ ویدیوهای امروز. بچه‌ها همچنان من دارم رو اون دو تا سورپرایز کار می‌کنم. یکیش که تقریبا قطعیه، اون سورپرایز برای کامتالان، به اون دیگه تقریبا تموم شده دیگه، 95% رفته. خب اونو داشته باشید. اون اصلا همش داره با هم میشه. اون یکی هم که سورپرایزه که گفتم اومدیم خونه، اونم دارم روش کار میکنم، اونم دیگه داره تموم میشه و یودین جفتش یو با هم مثلا آوردم یو پشمای خودم یو میریزه. اصلا خلاصه که منتظر این دو تا سورپرایز باشید، چون خودم نمیتونم منتظرش باشم، بی صبرانه منتظرم. سرام میخوام بکنم تو دیوار. بچه نمیدونید چقدر دارم جلوی خودمو میگیرم که نگم چیه. بریم سراغ ویدیو. اصلا این متر اگه 10 سانت بکشین بهتون یه پیراهن هدیه میدیم. 10 سانت نه عزیز من، 10 سانت نه، 10 سانت. دورت بگردم خواهرم، تصوراتتون از 10 سانت چیه؟ میدونم که از چشمای من قشنگ متوجه شدین داستان چیه. 10 سانت بکشین حاجی 10 سانت دیگه تو نام مبارکتون باشه. پسرا میدونن 10 سانت چیه. What the fuck. عزیزان ببینید 10 سانت الان وجب من 21 سانته. خب 22 سانته. 10 سانت میشه نصفش. اینقدر میکشی میگه 10 سانت. شما توقعاتون از 10 سانت خیلی زیاده. شما همون 10 سانت. آقا بریم ویدیو بعدی، سریعتر بریم ویدیو بعدی. من یه خورده دیگه سر ویدیو بمونم. الفاظ رکیکی که از دهنم. هزینه های بیوتی یک دختر قبل مسافرت چقدر میشه؟ اکستنشن موهام 22,800,000 شد. موخورگیری موهامم حدود 800,000 تومان. قسمت جذابش که موجه هم بود 600,000 تومان و ناخونامم 680,000 تومان. من معذرت میگم آب دهنم. اصلا یه لحظه بعضی اوقات یاتاقام میزنم. هزینه های مسافرت یک خانم قبل از مسافرت. ما چی میگیم؟ ما هزینه های بیوتی مسافرت ولش کن. 22 میلیون شما فقط قبل مسافرت هزینه کردی؟ خود مسافرت چقدر شد؟ با ما میخوایم بریم مسافرت لخت میریم بچه‌ها ویدیوش تو چنل کامتالا مگه ندیدین؟ خیلی یوهویی با شلوارک و دمپایی رفتیم مسافرت. از هیچ هزینه‌ای هم جز بنزین نشد. چرا البته یه لباس هم دیگه آبروریزی بود دیگه، وسط جاده یه لباس خریدیم، ولی شما نزدیکی 30 تومن فقط قبل مسافرت هزینه که تو خود مسافرت چیکار میکنی؟ اینو میشه به من بگی؟ خانمای عزیز میکنید یه همچین چیزی قبل مسافرت شما حتما باید اکستنشن بریم و ناخوناتون رو بکنیم و موجه بکاریم. ما مردا دیگه من خودم دیگه فوقش دیگه خیلی بخوایم دیگه واو کارامونو کنیم فوقش دیگه قبل مسافرت دستشویی بریم. تو جاده مثلا نزنیم کنار، مثلا کلا 50 تومن میذاره کنار برای مسافرت، مثلا میخواد بره بترکونه 30 تومنش همین اول خرج میکنه، 20 تومنش میره مسافرت. به نظرم که استراتژی مالی خیلی زیباییه. این همون پسر است تو ویدیو قبلی که دیدیم. خب اوکی می قد چنده؟ 1.98. کوچیک شد؟ آره قدش کوتاهه. باشه مگه اشکال داره؟ من دوست پسر این باشم دیگه، این چه جامون عوض بشه دیگه. با یک عاشق یه نفر بشی، نه سنش برات مهمه، نه سایزش، نه قدش، هیچ چیز براش هیچ چیز مهم نیست. چه سایزی؟ من قبل از اینکه اصلا به نتیجه گیری برسیم همین اول بگم این خانم چقدر لوس و انه. پسرا که قدشون کوتاه باید چیکار کنن یعنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم. چقدر تو با نمکی ان خانم. این خانم داره جلوی دوربین، پشت دوربین، افرادی که اون پشت عوامل فیلم بردار هستن داره اعتماد به نفس این پسره رو میرینه توش. من کلا به این پسره کاری ندارم ها، کلا عمل ریدن و اعتماد به نفس و خورد کردن و کلا من خار مادر. آره 2 سانت بزرگتر. کوتاه‌تر نیست. چرا کوتاه‌تره؟ کوتاه‌تر نیست. اگه قدشو کشه اوکی؟
نمیدونم. یعنی فقط قد واسش مهمه، نر باشه خر باشه دراز باشه، همین فقط. یعنی من ریدم تو اون معیار انتخابت خانم محترم. کوتاهی دست خر و کوتاهی، من ریدم تو اون طرز حرف زدن واقعا. فرق دارم. بلندتر خب. میخندی رو آب بخندی روش حیف که نمیتونم دیگه چیزی ادیتور چیزی گفتم سانسور کن. مادر خارتو زن آخه تو از کدوم با اینکه فوشو دادم ولی خالی نشدم. این خانوم واقعا نوبرشه باریکلا. یعنی سطح بیشعوری و بیفرهنگی رو به اوج رسون دیگه، زد لایه اوزون رو برای بار دوم سوراخ کرد. عزیزم قدت بلندتر از پسر است که بلندتر از پسر است. به یه ورم یه قد بلند بیاد درت بذاره بماله بره خوبه؟ چه گوی میخواین بخوره با اون قد؟ بابا ببین طرف اخلاق داره، شعور داره، که البته این پسرم نداشت، تو ویدیو قبلی دیدیم، ولی خب اصلا ببین چی میگه، شغل داره، برای آیندهش تلاش میکنه. این همه معیار واسه ازدواج و رل زدن و رفتن تو رابطه هست. اینا چیه؟ اونا اصلا مهم نیست چیه عزیزم خانم محترم خواهرم. اونا موزه دوستان، غوریه، میز عسلیه دوستان، عجیبه. اونا چی ازم بالشته دیگه، مگه البته بذاری که ما اصلا بالشته رو ببینیم. حتی البته در تصویر شما ممکنه چند تا بالشت که نصف عمرتو باهاش استراحت میکنی. درسته. یه خواب خوب باعث میشه که روز خوبی داشته باشی. خیلی کاملا درسته، متوجه شدم داستان چیه. اوکی اصلا از این حالتم نمیخوای خارج چی هستن خانم. ایول دمت گرم، مرسی از این تبلیغی که داری انجام میدی. فقط این که من اصلا به بالشت اهمیت نمیدم، خدا شاهده. اگه دارید بالشت تبلیغ میکنی وقتتو زیاد هدر دست شما درد نکنه. ممنونم که اطلاع دادیم و نصف عمرمون رو روی بالشت سپری میکنیم. درسته. ساعت 5 صبح دارم یه آرایش خیلی ملایم میکنم برای دانشگاه رفتن. 5 صبح پشمام حاجی. میخوام یه آرایش خیلی ملایم مناسب دانشگاه انجام بدم. اول لنزای توسی سبزمو میذارم، ضد آفتاب میذارم، ابروهامو با ژل ابرو لیفت میکنم، جاهای خالیشو با ماژیک ابروی ضد آب پر میکنم، بعد کرم پودر خارجی ایتالیایی فول کاور ضد آبمو میذارم، زیر چشمم کانسیلر میزنم، رو شامپو فیکس میذارم که زیر چشمم چروک نشه، برای گونه هام و پشت چشمم دیگه به جای سایه روژونه. الان داری آرایش خیلی ملایم میکنی. عزیزم احساس میکنم دیگه ملایم داره شما رو. کانتور مایم میذارم چون کانتور برای دانشگاه واقعا واجبه. ولی لوازم‌ها همه‌شون خارجیه. دوباره رو همه اینا یه پنکیک خیلی کاور بالا میذارم که ضد آبم باشه، دیگه آرایشم تا آخر دنیا پاک نشه. بعد به مژه‌ام ریملی میذارم که مثل مژه مصنوعی بشه، میتونم با مژه‌ام قشنگ پرواز کنم و از هم مژه‌امو جدا کنم. همونطور که میدونید اصلا اهل تزریق ژل نیستم، به جاش برقلب. آفرین که اهل تزریق ژل نیستی. عزیزم شما نصف ویدیو مونده، شما تا همین الانش داری آرایش عروس میکنی. آرایش ملایم. من معنی دو تا چیز رو تو مغزم مثلا ریدم، یکی نچرال یکی ملایم، که الان متوجه شدم ملایم چیه. تازه این حجم از آرایش 5-6 صبح بابا، یزید به بدنت رحم کن. خوابالو بود، یه چیزی بخور بره پایین، معدت صبونه ای چیز. بابا چه حوصله‌ای داری حضرت عباسی. بعد اصلا حراست دانشگاه رات میده. من یه شلوار گشاد میپوشم، میگه شلوار خونه شعورش نمیرسه. بنده خدا میگه شلوار خونه و پوشیدی اومدی. ممنونم از اینکه آرایشتون رو به ما به اشتراک گذاشتین و بریم ویدیو بعدی. اذان صبح هم بلنشی نمیرسی به این آرایش بابا. هزینه آرایشاش از دانشگاهش گرونتر میشه بابا. اگر شما هم دوست دارید با این خانمای زیبا توی تور مرنوش ماینی با مینیبوس برفی شرکت کنین، کلمه تور رو حتما کامنت کنین. تور با این حجم از خانوم ها، یعنی اون خانوم ها رو داری به عنوان آپشن معرفی میکنی. یعنی مثلا الان من میگم این همه خانوم، خب بعد این خانوم ها مگه چیکار؟ اون خانوما دو حالت بیشتر نداره، یا جزو کادرن یا جزو مسافران. اگه جزو مسافران که جزو تبلیغ حساب نمیشه، شما داری میبری مسافر. اگه جزو کادرن که چجوری من اصلا جام نمیشه. خب این حجم مثلا خودشون تو اون اتوبوس مینیبوس جانشون نمیشه. من بیام کجاشون بشه؟ با حقیقتا نمیدونم داره چه اتفاقی میفته واقعا. تبلیغش 3-4-9 تفکر بر آدم میانگیخته. آقای دکتر 2 هفته دیگه عروسیمه. این شوهرم هم مثلا بازم مثلا هیچی، هر چی میریم لباس پرو میکنیم و این شقیقه وای میسته پشتش. چیکار میگه؟ حالا باشگاه فرستادم مثلا کلا عکس عروسیمون خراب شد. خب اینو که باید قبل از نامزدی بهش فکر میکردید، ولی الان راه حل چیه؟
به هر حال آقایونم تزریق فیلر باسن دارن. چی داری میگی؟ خانومه اومده میگه عروسیمه، میخوام شوهرم باسن داشته باشه، عکسای عروسیمون خراب میشه. بابا بیخیال جون مادرتون. تو ویدیو قبلی 2 نفر مرد دیدیم ژل لب زدن. من دارم میگم بابا ژل لب نزنید. رسید به باسنشون، دکتره میگه فیلر باسن واسه مردا داریم. خدایا ناموسن نشانه های قیامت یکیش بود این بود که جاهای یه چیزی بود میگم جای زن و مرد تغییر میکنه، همه چی همه چی برعکس. ببخشید من حواسم میگفت همه چی برعکس میشه. خودت گفتی دیگه الان زمانش دی ناموسن امام زمان و یکیو به خودت بیا اصلا ناموسن یه دور چایی چیزی با هم بزن. بابا اصلا وضعیت خیلی خرابه. حداقل یه شیپور از اون شیپورای قیامت هست 3 تا شیپور میزنن. یه دونه اون شیپورا رو بزن، یه التیماتوم بده. کاش اینو نمیدیدم اصلا. من اصلا داره اعصابم میرینه. ببین الان هر کی به هر جا رسیده یه شعاری واسه خودش درست کرده که اگه همه چیزو از من بگیرن و من صفر بشم دوباره یه سال برمیگردم همین جایی که الان هستم. اینجور موقع چیه؟ میوه آناناس. آره تو فکر کردی که همین شکلی میتونی؟ چه صفری؟ صفر داریم تا صفر. یه صفر اینجوری که میگه آقا من آره یه حساب بانکیم صفر میشه. بله میتونی، ولی اگه صفر منظورت اینه که سیم کارتو بدی، هیچکی تو رو نشناسه، ارتباط نداشته باشی. آها آره آفرین. بچه‌ها دقیقاً تو ویدیو قبلی یه پسر 19 ساله لخت نشسته بود، من ریدم بهش. گفتم کلاورداره داره اعتماد به نفستون رو میریزه پایین. اینم داره همینو میگه که البته من فکر میکنم خود ایشون هم حالت پکیج داره، ولی این قسمت حرفش کاملا درسته به نظر من. ببینید اصلا به حرفاشون دقت نکنید. این که میگن من 0 فلان شروع کردم 1 ساله میرسه. آقا از 0 میشه شروع کرد، چرا نشه؟ همه از 0 شروع میکنن دیگه، بالاخره به اون نتیجه که آدم میخواد تلاش کنه میرسه. خب ولی این که میگن آره من تو 2 ماه 1 سال نهایتا من 4 تا برج خلیفه میخرم، بیا. اینجور افراد فقط سعی میکنن اول اعتماد به نفستون رو برینن توش، که بعد دیگه اعتماد به نفستون ریدن توش دیگه اعصابتون به هم ریخت. بعد میگن خب اگر میخوای تو هم مثل من اینجوری باشی کلمه اناقا رو کامنت کن، خود اناقا میام بهت پیام میدم. شیوه های نوین کلاهبرداری که سعی میکنن به خودتون آسیب بزنن، بعد همون آسیب رو سعی کنن با فرو کردن پکیج جبران بکنن. در حال حاضر موجود حساب خودتون چقدره؟ 1000 تومان. فیکس الان 1.4 این ماشین پارتنرتون برای شما مهمه؟ 100% باید داشته باشه. یه خورده مهمه. اگه بگم مهمه دروغ است. آره ماشین مهمه. بالای 206 بشه دیگه. هرایت نباشه. یه هیوندای معمولی باشه. ایرانی نباشه. دقیقاً. 206 و بالاتر. دقیقاً اثبات صحبت من تو این ویدیو کاملا مشهوده. این که هیچ انی نیستی خودت، ولی از پارتنرت خیلی چیزا رو میخوای. خیلی برعکسش هم صادقا، پسرام همینطور، دخترام همینطور. ببین حداقل خودت یه چیزی داشته باش، بعدم پارتنرت هم یه چیزی بخوا. حالا مثلا یه کم بالاتر پایینتر اوکی. خودت هیچی نداری، ماشینای ایرانی پراید و سمند و وای اینا به نظرم جزو خانواده باکتریا هستن. نصفشون هم به انگلا میخوره به نظرم. یه خانومه بود که اون نمیدونم تو کدوم ویدیو بود رفتیم دیدیم، یه خانومه میگفت حداقل دیگه بنز. یعنی بخت ما از کوی هم سیاتره. این دوتا با هم هستن. تازه دختر رو هم بستنی خریده. های شوشیدم توی زندگی. What the fuck. خندم نیدیم واسه چیه؟ اون دوتا اصلا نمیدونن داره چی میگه. این اصلا همین که نمیدونن و اینجوری دارن لبخند میزنن واو مثلا این طرف داره چی راجع به ما میگه. چی؟ بیا پیشم تتو بزنیم. بعدش با هم 3 نقطه جای خالی رو باید پر کنیم. مثلا بعدش با هم قهوه میخوریم، مثلا بعدش با هم میریم دور یا نمیدونم. خب مینوشتی بعدش با هم چی؟ یا آپشن تتوتو داریم ارائه میکنید دیگه. بعدش با هم چی خواهر؟ فکر کنم بازار کساده دیگه، مجبورن که مثلا خدمات نوشیدنی خوردنی مثلا بعدش با هم قهوه بخوریم. بعضی از صاحب مشاغل یه سری خدماتی رو بالاخره ارائه میدن دیگه برای جذب مشتری. حالا میتونه نوشیدنی، خوردنی. جون مادرت بیا بگو بعدش با هم چی. خب چرا نمیگی؟ اصلا چند تا برم؟ بریم 20 تا. پا رو خوب بکش، دست و پای مخالف. آره خوب کامل مکس. بله خواهش میکنم. امروز
شغل مربی بودن چقدر من شنیدم واقعا پر از امید به زندگی، پر از زیبایی، پر از واو. دقیقاً. به نظر مربی باشگاه بودن خیلی چیز خفنیه اگر باشگاه مختلط باشه. اصلا آدم دوست داره بره ورزش بکنه، دوست داره بره چیز کنه، ورزش بکنه. خیلی تاثیر داره با 4 تا سیبیل کلوف بری ورزش بکنی یا مثلا بری یه باشگاهی که به به، نه اون ماجرای مدرسه است که میگن مختلط بکنن آمار ضریب درس خوندن میره بالا، همینا خیلی تاثیر داره. امید و انگیزه خیلی توی انجام دادن کارها تاثیر داره. بچه‌ها قبول دارین حرفمو یا نه؟ خدا وکیل چه دختر چه پسر اصلا کاری ندارم، کلا همه چی مثلا مختلط باشه، گروهی انجام بشه بهتر نی؟ من نمیگم ها، جدا تحقیقات خیلی گسترده‌ای انجام شده در این باب. من صحبت دانشمندا رو به سبک خودم میگم. ولی جدی بچه‌ها شما تو کامنت ها بگین مختلط باشه بهتر نی، نظرتون رو بهم بگین. تو هر چیزی دانشگاه رو ول کنید، دانشگاه اصلا دانشگاه آدم میره که درس نخونه، اصلا کلا چیزای دیگر رو مثلا مدرسه، ورزش، مسافه، همه هر چی دیگه. نه باشگاه برو نه رژیم بگیر، چون آقایون ایرانی عاشق خانمای توپلی ان، میگی نه؟ پس کامنت رو بخون. عزیزم شما گشادی نمیتونی بریم ورزش بکنی، ننداز گردن پسرای ایرانی. پسرای ایرانی کی گفته همشون توپل؟ اصلا what the fuck. صبح از خواب بلند شدی دیدی حال نداری ورزش کنی، اومدی هم اصلا بیا کامنت ها رو بخونیم، بیا اصلا یه لحظه کامنت ها رو بخونیم. خب کامنت ها رو نخونیم خیلی بهتره. به این خانم فوش خار مادر دادن، چه هم دخترها هم پسرها. من نمیگم الان شما بدیا، اصلا اتفاقا چقدر گوگلی و خوشگل، ولی اینکه میگه ورزش نکن و باشگاه نرو، به خودت نرس چون همه پسرای ایرانی توپل دوست داره. نه عزیزم اصلا زدی گاراژ. بعضیا شاید خوششون بیاد، بعضیام نیاد. این که همه پسرای ایرانی، نه به نظرم ریدی. کسی بهت پا نمیده، اینو بخر همه بهت پا میدن. آخ سلطان ببخشید نشستم بود. اینو که دیگه بخری شهناز و مریم و سارا و کوکب و اقدس و عذرا و همه اینا با هم دیگه بهت پا میدن. یه دفتر باید بذاری فقط ساعت‌های قراره توش بده. جا نمیشن اصلا. حالا مثلا الان من اینو دارم، کیا بهم پا میدن؟ عزیزم شما با این ماشین منم بهت پا میدم حقیقتا اگه قبول بکنین. کسی که این ماشین رو میاد میخره خب 10 تا کارخونه داره، نمیدونم 4 تا فلان داره، زحمت کشیده واسه به اون پول، خب معلومه بهش پا میدن، چرا پا ندن؟ ولی جدا بهم ثابت شده کسی که بلد باشه با پای پیادم مخ میزنه. من اینو دیدم، به قرآن دیدم، شاهدم دارم. پسره با دمپایی شماره گرفته جلو چش من. اینا عزیزم به بلد بودن ربط داره، اینا باید بلد باشی چیکار بکنی. نمیدونم، من خودم بلد نیستم، شعورم نمیرسه در این حد، اصلا تا حالا وارد این مقوله نشدم، ولی متاسفانه چندین مورد دیدم. سلطان اعتماد به نفس‌های عالم نمیخواست میکاپ بکنه، میخواست یه رژ لب بزنه و بره. خب من می‌خواستم همینجوری خوشگلم، نیازی به میکاپ نداشتم، به پیشنهاد شما اومدم. من گفتم اسلحه میذارن رو سر طرف، میگن بیا ببین دختر خانم شما انقدر خوشگلی، اصلا نیازی به میکاپ و اینجا نیاز به هیچی نداری. اون خانومه که پودر فیلم میگیره زورش کرده سلطان اعتماد به نفس تا چشت درات. خیلی هم خوشگلی، اصلا نیازی به هیچی نداری. آفرین باریکلا، احسنت، لایک داری. چی نوشته؟ موقعیت تو اصلا از جلو باشگاه رد نشدی، همش جلو آها اوکی. یه نفر برگره به این خانم گفتش تو همش جلو عملی. ماشا اصلا نمیخواد کاری بکنه اینجا، معلومه اصلا ماش 100 کیلو اسکات. ای خب بله اوکی نمیدونم چرا احساس میکنم داره جر میخوره، ولی نه باریکلا. ببینید ورزش همه چی رو اوکی میکنه، نیازی به ژل، عمل، بوتاکس، دست خر، سر خر هیچی ندارین. فقط ورزش میتونه این هیکل رو، ببین چه هیکلی هستن بدون عمل و خونریزی. آقا این لنز خیلی طبیعیه، من هیچی نمیگم، خودتون ببینید خیلی خوشگله. لنز گذاشتی؟ بله لنز گذاشته. این لنز دوستان خیلی طبیعی و خوبه. داداش تو الان باید 10 تا بچه داشته باشی، تو الان خدایا یه لحظه من ببخشید خیلی اذیتت دورت بگردم، چی کار دارین میکنین؟ یه لحظه ببخشید چی کار دارن میکنن اینا؟ اون باسن، اون لب، این لنز، پس فردا میخواید بری شوهر کنین؟ ببخشید خدایا داشتم میگفتم. ببین الان اینم لنز گذاشته، خب نمیدونم بازم نه
امام زمان اینا کنسل قیامتی چیزی یه شهاب سنگ دیگه بزن یه ریست چیم اصلا نه دیگه خودت همه چی رو میدونی دیگه حله. من فقط خواستم یه پیشنهاد بدم این که هیچ آقا یه سال از پسرا اگه یه روز صبح از خواب بیدار شده دیگه هیچ دختری وجود نداره از اون بعد چی کار میکنی؟ حالا من یه سوال از شما دارم به نظر شما اصلا چرا باید اینجوری حرف زد؟ این آدم حرف بزنی کلماتو درست تلفظ هست نفس بکش. ببخشید من واقعا انم گرفت دیگه مجبور بودم نظرمو بگم. حالا بخوام به سوال جواب بدم که میگه از صبح بیدار شید ببینید هیچ دختری وجود نداره کاری نمیتونیم بکنیم عزیزم. همون کاری که من بدبخت سینگل تا الان به زندگیم ادامه میده چه گویی باید بخورم من؟ اصلا چیکار میتونم بکنم دیگه؟ تموم شده دیگه دختر تموم شده به ما نرسید ریدیم دیگه. خاک تو سر من برمیگردم صبح زود وقت اذان میگم خاک تو سرم دست به جنبونم پسرام تموم میشه. نه دیگه اونو نه اوکی بریم. ما واقعیت یه سورپرایزی داریم براتون. خواهش میکنم یه ذره جابجا باشید که من صداتون رو داشته باشم یه جوری. این سورپرایز تلفنیه. پشمام طرف چی بگه دیگه ریدی بهش خواهرم دیگه چه سورپرایزی دیگه اون داره این شغل رو الان میبوسه میذاره کنار دیگه غلط بکنه بخواد در کسی سورپرایز من این سورپرایز دارم میخوام تولدتون تبریک ریدی دیگه. یه کیف لاکچری از برند دیور فقط 3 میلیارد تومان بفرست واسه دوستای لاکچریت. من ریدم تو اون لاکچری که تو این کیف یه دستمال کاغذی یه گوشی بیشتر جا نمیگیره. دیاره که دیاره به انم که دیاره 3 میلیارد پول یه کیف آخه یزید. برو یه ماشین بخر همراهت ببر هرچی وسیله میخوای بکن تو ماشین به جای کیف. چی؟ زده چالش خفن اوکی چی شد الان؟ چالش خفن من ریدم تو اون چالشت کمک میخوای؟ به نظرم تا همینجا ویدیو رو به اتمام برسونیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین دورتون بگردم. بعد از این ویدیو بهتون پیشنهاد می‌کنم 2 تا ویدیو رو حتما برید ببینید. عاشق تک تکتونم تا ویدیو بعدی همینجوری شاد پانرژی و خفن بمونید.